بازیکن 456 یا سون گیهون در ابتدا یک مرد شکست خورده به نظر می رسید. پدری که نتوانسته برای دخترش الگویی باشد و انسانی که در قمار همه چیزش را از دست داده بود. اما وقتی وارد بازی شد، تضاد درونی او آشکار شد. در دنیایی که همه به فکر زنده ماندن خودشان بودند، او بارها انتخاب کرد که انسانیتش را حفظ کند. او میان ترس و شجاعت، میان خودخواهی و فداکاری بارها درگیر شد. گیهون نشان داد حتی در تاریک‌ترین شرایط هم می‌شود همدلی را انتخاب کرد. شاید او قهرمان کامل نباشد، اما تفاوتش با دیگران همین بود. او حاضر نشد انسانیتش را قربانی کند. بازیکن 456 یادآور این حقیقت است که گاهی بزرگترین پیروزی فقط زنده ماندن نیست، بلکه انسان ماندن است.